استارتش بزنیم. خب بریم سراغ ادامه بازی. در واکو What the fuck آجی زورش خیلی زیاد شده. کو شده ومپایر. اون کیه مرده؟ سیستم اوورراید. بی بزن. خیلی خوشم از این میاد. یکی هست که باید حرف بزنه. خب میگه ببین دشمنی که دورش قرمزه سلاح رو نشون میده. بریم این دوتا رو بکشیم. زوم نمیکنه؟ زوم کن. آها با کلیک راست زوم میکنه. اجی تو چی کار کردی با خودت؟ زامبی شدی؟ بپر پایین بپر. اجی نامری و زره و اینا الان فعال نیستن. الان فقط میگه یکم تیر پیدا کن. اوفش پر کن تا میتونی. بعد 2 گشتر اینجا داریم. اونو نگاه. تفنگ پیدا کردم. تفنگ. بده بزنیم. مرینزا رو میکشید ها؟ نمیدونی اینا بهشون معلمان؟ کجایید؟ تا سیلاتون نکنم. اوفش پوز روباهی. دیدنم ببین کلتو بیار. آجی میخواستم از پشت خفتش کنم چون متوجه شد. خب ایکس رو اگه بزنید سلاح براتون چیزاش میاد بالا. یک ببین زیاد فرقی نداره. من ترجیح میدم صدا شلیک بیاد و حال کنم. 2 خشابش بیشتر میشه یا شاتگان بیاد. اوفش خوشمون اومد. 3 این هدف و اینا رو براتون بهتر میکنه. لیزر حال نمیکنم. رفلکس سایت گنده است خوبه. کلت آناناسه چیزی نداره. حاجی ما رو پکوندن. داره باکو. سیستم سلام. داره دی ان ای مونو خرکی تر میکنه. اوفش این حالت نامریش اینجا برام فعال شد. میگه خلاصه الان که نمیبیننت. لباس ما با لباس اینا فرق داره. خفتینگ دننینگ. دقیقا دنبال این بودم. حاجی مخفی کاری نداریم. همه‌تون مال من. همین 2 نفر بود یا بازم هست. ببینین کنار نقشه هست زرده. این یعنی هنوز 1 نفر سفید شد. گود همونی که میخواستیم پیداش کنیم داره میگه اوه شت. گود داره میگه دارن میان منو شیاف کنن بیا پیدا کن. خب اینجا چه خبره؟ به ماشین. این بازی رو وترانه نباید همینطوری حمله کنید به چند نفر. البته من خب فرق دارم. نمردی؟ فامیر چقدر جونشون زیاد شده. ماشین رو کجا میبری؟ خب اینا که هیچ. آجی گرافیکو ناموس. ببین که اینجاست. کلتو بیار. اوفش
راستی یه چیزی، وقتی راه میری با نامری خیلی سریع انرژیش خلاص میشه. بزن رو H، دستشو میاره قدرتاشو بهت نشون میده. الان واسه من این لباس رو قبلا ارتقا دادم. خب دفلکشن همون حالته بود، تیر میخوره بعد پرت میشه. آره ما رو آرموره. موبیلیتی انهانس، این باعث میشه سریعتر بدوی. آره. بعد استلس انهانس، این یکی از چیزای گرونه ها، آخر بازی فقط میتونی بگیریش. این باعث میشه حالت نامرید بیشتر بمونه، انرژی کمتری مصرف کنه و صداش هم هیچی نشنوه. خیلی حرفه‌ایه دیگه. خلاصه داشتیتون اومده وتران، ولی خب سیو قبلی هوامو داره. Let's go. این چی اینجاست؟ ولش کن. اینا خفتش کنیم. بلا. من میخوام اینو بکشم. چطور فهمیدی من اینجا؟ خلاصه برای بچه لو رفتیم. غمتون نباشه، حاجیتون حرفه‌ایه. آره برید اونجا، من اونجا. زرشک داری بندری میزنی چه ما آروم از این بغل رد میشیم. از پشت دوست دارم خفتش کنم ولی ولش کنم. میای این پشت میشینی غیر فعالش میکنی، انرژیت پر شد، دوباره میریم تو کارش. چقدر دوست دارم که خف کنم. آها بچه ها بگاه رفتیم. خب نه مثل اینکه مشکلی نیست. چیکار کنم؟ خب باش فرار کن. ببینی هر جا مسیر رو گم کردید این آبیه رو دنبال کنید، میرسید به هدف. داخل نقشه که نگاه کنی مکانش معلومه. نه همومه. این تازه داره خفت کردن به ما یاد میده. داداش من از قبل خفتگیر بودم. بیا اینجا بینیم. آلکادراز زندگی قبلیش قبل اینکه بیاد سرباز بشه معلوم نبوده چی بوده. خفتگیر. چی شد؟ آژیر؟ قدرت پوور قدرت الله اصل نوروزی. آسمون نیویورک رو ببین، نورانیه. با پر آشغاله، سبز و بالا است. تانک پاکیده. لوک با خیلی خوب ساختن فضایا حمله کنن تو نیویورک. اینجا میرسیم به پایان. دست راست چیزی نداریم، راه چپ تقیم ولی چیزی داریم. مغازه با لپتاپ. گفت یا برا من بجوشه یا اناناس. سیستم اوورراید. کیو اوفش برای این صدا.
میگه خلاصه داداش قدرت برو جلو تانک. خلاصه براره چتونه داداش لباس تیتانیوم نیست همینطوری منفجر میکنی کنارش. خب تا بودی تا هدشاتت نکنم. ببین اگه تیر بزنید مثل الان انرژیتون خالی میشه. خب مگه اینکه سایلنسر باشه. راه بهینه ترش چطوره؟ نامری که کردی هدف میگیری کیو میزنی که به روزده ضربه بعد شلیک میکنی. اینطوری هم انرژیت الکی نمیپره هم هدفتو میزنی. Get over here. حاجی لباس اینام قویه. کنار منفجر شد چیزی نشد. تفنگ جدید. خب اینجا میرسیم به زمینی که پر از سربازه. نارنجک بده بزنیم جی. میگه 2 بار یکو بزنیم میاد ولی یه بزنی رو جی میارش. خب ببین ما با اینا هیچ کاری نداریم. قرار بریم اونجا. ببین زردا میگه 2 تا راه داری. یا از اینجا فرار کن یا برو در اونجا رو باز کن بعد اینکه همه اینا رو کشتی. اونم گرنید اینفیلتریت نمیدونم چیه. بریم سمتش. دوست دارم چیزهای جدید رو امتحان کنیم. ببین کی اینجاست. تا دیگه گیر من افتادی. آی خدا بیام مرزد. خب اومدیم تو سیستم فاضلا. تفنگو بیار. مثل اینکه جای خوبی نیومدیم. اومدیم؟ والا بدی نیست. هدف آبی را دنبال کنید. هدف آبی رفت زیر زمین. سلام. این چی داره راستی؟ خب خشابشو بیشتر کن. همین هدفش خوبه. در مغازه بده بالا. کرکره. افسردگی از زندگیم چقدر ناامیدم. بیاد از زندگی به پایان بدیم. راست میگی ولی خب ببینم چی بهشون میره. زدو زاربان ان نانو ویژن. What is this? بمیر. میتونم بکشنش؟ واقعا؟ منم تونید بکشید؟ بچه ها تیر تمام کردیم. I have تیر. خب خوبه میمیرن. چرا زندگی سامیه. خب مثل اینکه این مرحله هم تمام شد. چشما بابا فیلم رو حال نداره. 2 تا کار که باید انجام بدید پشت گیم. یکی این که حواستون باشه چقدر بازی میکنید زیاد نکشه. 2 وقتی که دیدید طولانی شد پاشید یه تکونی بخورید یه آبی بخورید. همش زوم نباشید رو صفحه چون یه حالتی هست بهش میگن شبیه حالت تهوع.
وقتی زیاد بشینی تو فضای بسته یا پشت کامپیوتر به دست میده خلاصه چیز خوبی نیست. صبر کن، هیچ وقت سریع از یک منطقه رد نشو، شاید چیزایی توش باشه که به کارت بیاد. آها، that's what I'm talking about. تو اون اتاقه برا بچ نیو گان. چه صحنه جالبی. سایلنسر سر شاتگان؟ فکر نکنم. نایس. بد نبود. فوتبالیست خوبی ازش در میاد. آی چطور؟ What the fuck is going on؟ یه چیزی حس کردم. هرچی با موشک میزنش انگار نه انگار. پوکی؟ بنازم. I have your kill confirmed. کشتنش. دیمش. چطور؟ که چیه؟ تو زمین خارج باید؟ Samples? خدا crazy people. شادیان از فاصله نزدیک واقعا پاره میکنه ولی از فاصله دور چند تا تیر باید شلیک بکنید. بدبخت میخواد غذا بخوره. ببخشید نمیخواستم اینطوری شیافت کنم. خب چون وترانه باید مطمئن بشید که طرف مرده، اگر نه خدا بیامرزتون. یا ابوالفضل این چی بود؟ کی گفته اینطوری؟ شما هم نارنجک دارید؟ داداش من ضد ضربم. بخور دیگه. خب چک پوینت ریچ. همینجا یه سیو میزنیم. واه تفنگ جدید. همون تفنگ خودمون. همینجا یه سیو بزنیم. من یه استراحتی بکنم دوباره میریم رو کار.